ما همراه پدرت گپ میزنم. درست است؟ درست است. او بچه ما. او بچه تو است. لطفاً آتش میشه که بشینیم. آتش بشین. او بچه ماست. چرا حالا برام میگی؟ چرا از اول برام نگفتی آرزو؟ تو به ترکیه رفته بودی. بعد از اینکه ما جدا شدیم من فهمیدم که حامل هستم. 5 سال گذشت آرزو. 5 سال. او 5 سال است؟ تو چطور این کارا میتونی احمق؟ بدون پرسیدن از من بدون مشوره همراه من چطور این کارا کردی؟ چرا آره آرزو؟ چرا 5 سال پیش نگفتی و حالا میگی؟ تو مرا ترک کرده بودی. نمیتونستم که بگویم. محمد خیرت است؟ چیزی شده؟ نه من با تشویش تو بودم. تو رفته بودی من برای زنگ نزدم. تو خوب هستی؟ این بلاهایی که سرم آمد محمد من نمیفهمم که چی کنم. ما همیشه همراهت هستم. تمام مشکلات با هم حل میکنیم. تشویش نکن. معذرت میخوایم. بله آقا محمد امیر، خانم لیا خبر داد که در مورد دخترتان افسون آتاهان یک جلسه مطبوعاتی دایر میشه. ما را باعث وکیل دوجه خواستم براتان بگویم خبر دارین؟ در کجای کار صورت میگیره؟ در باغچه قصر آقا. درست است. به خاطر خبرت تشکر. من خودم بررسی میکنم. نمیخوایم